پرستاری خیلی رشته افتضاحیه. شاید اگه اون سال من اینجور چیزا رو میدونستم یه جور دیگه ای تصمیم میگرفتم. هیچ کس بهم نگفته بود که قرن سر تاپاتو با استفراغ جهنده قهوه‌ای کنه که به نظرم طبیب بود نه پزشک. این قهوه‌ای یا 2:30 صبح از خواب بیدار میشی و باید CPRش کنی یا همون احیا و اون دختر همسن خودته. اگر تو هم مثل من بین کلی رشته موندی که چی رو انتخاب کنی یا اصلا پرستاری رو انتخاب بکنی یا نه، من اینجام که مسیری که 7 سال رفتم و برای توی 10 دقیقه خلاصه کنم و بهت بگم چی کار کنی. راستش منم مثل خیلیای دیگه توی سال 97 دوست داشتم پزشکی قبول شم. الانم نمیخوام بیام براتون شعار بدم که آقای من درسم خیلی خوب بود حتما پزشکی می آوردم و اینا، نه اصلا همچین چیزی نیستش. ولی حالا اینجوری بودم که اگه ترشی نخوری یه چیزی میشی. یادمه که اون سالا بیشتر آرزوی جمعی و یا کلا این فرمت بیشتر سمت این بود که خانم دکتر بشید، پزشک بشید، پزشک شدن نسل رو تغییر میده و از این حرفا و به عبارت بهتر رویا فروش. ولی 2 نفر بعد از اینکه جوابا اومد یه جمله‌ای رو بهم گفتن که خیلی تو زندگی من تاثیر داشت. یادم یکی از معلمام اون وقتی که من خیلی ناراحت بودم از اینکه چرا جواب کنکور اومده و من پزشکی قبول نشدم بهم گفت مطمئنی که آرزوی بقیه آرزوی تو نشده؟ و یادم اون باری که هنوز جوابا نیومده بود و 3 ماه آخر کنکور بود و اوج کمالگرایی من که اینجوری شده بودم چون پزشکی دانشگاه تهران قبول نمیشم پس کلا امسال درس رو ول کنم و بذارم سال بعد. یادم یه پزشکی به نظرم طبیب بود نه پزشک بهم گفت چرا میخوای پزشک شی؟ گفتم چون من خیلی دوست دارم به آدمو کمک کنم، این حالمو خوب میکنه. گفت چرا پرستاری رو انتخاب نمی‌کنی؟ پرستاری که خیلی بیشتر توش همچین چیزی هست. گفتم نه من پزشک شدن رو دوست دارم. گفت که خب پس بگو من عاشق اون پوزیشن اجتماعی شدم نه به خاطر کمک به دیگران. حالا درست و غلطش رو نمیدونم ولی این 2 تا حرف خیلی روی من تاثیر گذاشت و روی انتخابی که کردم. ولی هیچ کس بهم نگفته بود که قرار ساعت 3 صبح یه آقای محترم سر تا پاتو با استفراغ جهنده قهوه‌ای کنه. ببین قهوه‌ای یا قهوه‌ای ملو نه، قهوه‌ای. هیچ کسی هم بهم نگفته بود که یه روزی ساعت 2:30 صبح از خواب بیدار میشی و هنوز چشات وا نکرده میری بالا سر یه مریضی که باید CPRش کنی یا همون احیا و اون دختر همسن خودته. و هنوزم وقتی یادش میفته بچه‌ها واقعا نمیدونید چه حالی میشم. شاید اگه اون سال من اینجور چیزا رو میدونستم و این دیدی که الان دارم و نسبت به پرستاری داشتم یه جور دیگه ای تصمیم میگرفتم. خب من خیلی با واقعیت‌های پرستاری آشنا نبودم ولی میخوام الان اینا رو به شماها بگم که شما با چشم باز این رشته رو انتخاب کنید یا نکنید. و قراره بهتون بگم چه چیزی در انتظارتونه توی این رشته. و قراره براتون یه عالمه ویدیوی خوب دیگه بذارم که اگر میخواید اونها رو ببینید باید سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو فشار بدید که براتون این ویدیوها نمایش داده بشه. البته که از منم حمایت کردین و مرسی ازتون. قبل از اینکه خوبی‌ها و بدی‌های پرستاری رو بخوام بهتون بگم بیاین اول بهتون بگم که چه آدمی میتونه بیاد اصلا پرستاری بخونه و چه آدمی اصلا نباید پرستاری بخونه. اولیش و از نظر من مهمترینش اینه که تو باید عاشق کمک کردن به آدما باشی. حداقل ارتباط اجتماعی رو دوست داشته باشی. خیلی مهمه. تو شبانه روز با همه در ارتباطی. و 2 آدمی که صبوره و حداقل این درک و همدلی رو داشته باشی با آدما. وقتی که یک آدمی اومده بیمارستان و عزیزش رو آورده بیمارستان تو شرایط استیبل و نرمال نیست که بخواد با تو برخورد نرمال داشته باشه. راحت کننده است برای من قابل درکه ولی خب اونم تو شرایط نرمال نیست.
و سوم، آدمی باشی که عاشق درس خوندنی. خیلی ها ممکنه بگن بابا پرستاری که آسونه نسبت به پزشکی، نمیدونم نسبت به فلان چی. آقا شما نسبت رو ول کن. هر کسی که این حرفه‌ای هست کسیه که جون آدم‌ها دستشه و با دونستن هر نکته میتونه جون یک آدم رو نجات بده. بچه‌ها این خیلی مسئله مهمیه و با ندونستنش هم میشه جون یک آدم از دست بره. اون آدم عزیز یک خانواده است. اگه خانواده‌ای هم نداشته باشه بازم وجدان ماست که جون یک آدم از دست رفت. و البته که پرستاری و حرفه پرستاری این کشور به آدمای باسواد و به آدمای تحصیل کرده نیاز داره بچه‌ها، خیلی هم نیاز داره. و چهارم، این که تو باید آدم مسئولیت پذیری باشی، باید وظایفت رو به خوبی انجام بدی و برات مهم باشه و به عبارت بهتر تنبل کنی نباشی. حالا یه سری ویژگی های دیگه هم هستن، مثل اینکه تصمیم گیری سریع داشته باشی، خود کنترلی، ارتباط حرفه‌ای داشته باشی، کنترل احساسات. اینا رو اگر داشته باشی خیلی خوبه ها، خیلی عالیه و قطعا به تو توی این حرفه بسیار کمک خواهد کرد. اما اگرم نداشتی هیچ اشکالی نداره. تو تازه دختر 18 ساله‌ای که قراره پرستاری بخونه یا حتی نه در سنین بالاتر هستی که قراره پرستاری بخونه و توی اون 4 سال قطعا اساتید بسیار خوبی رو خواهی داشت و قطعا توی محیط بیمارستانی و کارورزی که خواهی رفت تمام اینها رو به مرور زمان یاد میگیری. پس نگرانش نباش. و بریم سراغ این که فواید پرستاری خوندن توی ایران چیه؟ لیش اینه که تقاضا نسبت به عرضه خیلی بالاتره، یعنی شما تا 10 سال آینده کار هست زیاد. دومیش مهاجرته. یه نکته‌ای که بچه‌ها شاید خیلی به این قضیه توجه نکنن اینه که چرا پرستارای ما میتونن هر جایی که خواستن مخصوصا آمریکا مهاجرت کنن. پرستاری ایران منابع درسیش و واحدهای درسی و شیوه تدریسش و حتی کتاب‌هایی که ما از روی اونها اساتیدمون بهمون تدریس میکنن کتاب‌های پرستاری آمریکایی هستش که بعد از انقلاب به همت خانم دکتر مادر پرستاری ایران همچنان پابرجای و اکثر کشورها قبولش دارن. امیدوارم هر جا که هستن صحیح و سالم و سلامت باشن. انقدر در حق پرستاری ایران لطف کردن. از فواید دیگه پرستاری باید بهتون بگم که شما امکان تحصیل تا مقطع پسا دکترا رو حتی توی ایران دارید. و اگر به حوزه تدریس علاقه‌مند هستید ظرفیت هیئت علمی پرستاری هم همچنان تا چندین سال آینده بازه و شما حتی با مدرک ارشد هم میتونید توی شهرستان‌های غیر از مراکز استان هیئت علمی بشید. البته نه توی همه شهرها طبیعتاً، ولی من بهتون قول میدم که حداقل یه دونه شهر رو پیدا میکنید که نیاز به استاد داشته باشه. فایده دیگه‌ای که توی ادامه تحصیل پرستاری هست اینه که شما در طول دوران تحصیلتون میتونید فرصت مطالعاتی برید کشورهای دیگه. البته این یه مقداری امکانش سخت شده توی چند سال اخیر، حالا با توجه به شرایط و اینها و البته مسائل مهاجرتی، ولی به هر حال امکان پذیر هست، مخصوصا توی دانشگاه‌های مادر اگه درس بخونید، یعنی ارشد و دکترا رو دانشگاه مادر بخونید مثل دانشگاه تهران. ما یه مسئله که شاید برای خیلی ها این سوال باشه، آیا پرستار فقط جاش توی بیمارستانه؟ باید بگم خیر. شما میتونی از پرستاری استفاده کنی و جای جز بیمارستان رو مشغول به کار بشی و هنرهای دیگه‌ای بیاموزی، مثل حوزه زخم، مثل حوزه اسلامی، مثل ایجاد مراکز هومکر یا حتی تأسیس مهد و کودک. کلی کار دیگه‌ای که برای پرستارا هست. و اما بریم سراغ معایب رشته پرستاری. پرستاری رشته افتضاحیه، چون اگر بهتون میگن که آره باید بری توی بیمارستان ملافت ها کنی، لگن زیر مریض بذاری، میتونی همینو بزنی و بهش بگی که اصلا اینجوری نیستش. متاسفم اگر جوابت اینه که یکی از همکارای خودت بهم اینو گفته. امیدوارم که حالش بهتر شه. تو رو خدا رشته‌مون رو خراب نکنید پیش بقیه، پیش جوونایی که تازه این رشته رو شروع کردن. زشته، عیبه، اونا آینده این حرفن. حتی اگه کسی هم به شما سر کار این حرفو میزنه، لطفا شما باید مقابلش وایسید. هیچ کس که این حرفو نمیزنه. والا من الان 7 سال توی این رشته‌ام، هیچ کس تا حالا بهم همچین چیزی رو نگفته. اگر ولی به شما گفتن، لطفا بهشون بگید که کار شما نیست. اصلا بهتون نمیگم میتونی بری خونتون اگه جوابت اینه.
اما میخوام بهت واقعیت ها و بدی های واقعیش رو بگم. این حرفه‌ایه که تو 2 سال طرح اجباری داری و باید اون 2 سال طرح رو بری تا اگر تو دانشگاه آزاد بگذرونی، چون قوانینی که گذاشتن اینه که حتی بچه‌هایی که دانشگاه آزادن میخونن باید طرح اجباری رو برن. اما اون 2 سال طرح اجباری کجاست؟ غالبا بیمارستانه. یعنی میشه که شما طرحتون رو فرهنگی بردارید یا حتی مرکز بهداشت یا حالا هر جایی که بهش نیاز باشه، ولی غالبا بیمارستان هستش، چون با بیمارستان براتون امتیاز بهتریه. اینو از من داشته باشید. اما بیمارستان چه اتفاقی میفته؟ شیفتای کاری زیاد داری. اضافه کار این که قانونش هست که اجباری نیست ولی اجباری هست. خصوصا اگر یک طرحی باشی، کاری داری، شیفت شبات شاید زیاد باشن یه سری از ماها که حالا میتونی اعتراضی بکنی و انشالله هم که بهش جواب داده بشه. و اینکه حقوق شما نسبت به زحمتی که میکشید واقعا کمتره. اگر طرحت بیمارستان باشه قطعا شیفت شب داری توی 2 سال طرحت. خب و حالا خیلی از بچه‌ها سوالشون اینه که توی اون شیفت های شب من باید کامل شب رو تا صبح بیدار باشم؟ نه، قرار نیست شب رو تا صبح بیدار باشی. یه تایم استراحت داری، با همکارت جابجا میکنی، هولوهوش 3 ساعتش رو میتونی بری بخوابی. ولی توی اون 3 ساعت اینطوری نیستش که با خیال راحت بگیری بخوابی. واقعا اگر مشکلی پیش بیاد یا حالا هر چی، اونقدر هم کلا باید واسه همکارت ارزش قائل باشی و اون مسئولیت پذیریه که گفتم همینجا معنی پیدا میکنه. اونقدر باید مسئولیت پذیر باشی که واقعا درک کنی که شرایط اینطوریه که همکارت به تنهایی نمیتونه از پس اون همه مریض بر بیاد با اون شرایط فورس ماژور و یه سری شبا رو مجبوری که بیدار بمونی اگر حال مریضا بد بشه. عیب‌هایی که این حرفه داره که من و شما باید درستش کنیم که پامون رو توی این حرفه گذاشتیم، اینه که میزان حقوقی که پرستار میگیره نسبت به زحمتی که میکشه بسیار کمتره. البته این برای سال 1404 و یا به عبارت بهتر تا سال 1404 که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم. امیدوارم 2 سال بعد، 3 سال بعد یا حتی چندین سال بعد وقتی داری این ویدیو رو میبینی بگی ای بابا الان که رشته پرستاری خیلی خوبه و پرستارا تو اوج رفاهن. امیدوارم. حقوق چقدره الان که داریم با هم صحبت میکنیم که تازه توی 2 سال اخیر که قانون تعرفه گذاری برای پرستارها داره اجرا میشه و خب خیلی بهترش کرده واقعا و امیدوارم این طرح شروعی باشه برای رفاه پرستارامون، برای اینکه قدر زحماتشون حداقل با اون مبلغ پولی که داده میشه کمی دونسته بشه. شهرستان‌ها طبق تحقیقاتی که من کردم تا سقف 30 تومن هستش توی بیمارستان و یا یه مقداری کمتر، سقفشو دارم میگم، و توی تهران تا سقف 40 تومن. من حرفام تموم شد، ولی من از فالوورام توی پیج اینستاگرامیم که اینجا براتون آدرسش رو گذاشتم خواستم که اگر پرستارن نظرشون رو راجع به پرستاری بگن که توی ویدیوی بعدی قراره براتون همش رو بخونم و نظرم رو بگم. اگر شما هم سوالی دارید یا پرستارید یا حتی نظری راجع به رشته پرستاری دارید برام کامنت کنید تا توی ویدیوی بعدی بخونمش.